Ulu Tanrı'nın adıyla. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 67م مهندسی جهل رو آغاز میکنم. ببینید برای امروز شانسمون کدوم کتاب ترکی تاریخی دست نوشته میاد که با هم اون رو ببینیم و تلاش بکنیم. به خصوص من تلاش بکنم که زبان ترکی رو بتونم یاد بگیرم و بخونم، به خصوص زبان ترکی علمی و استاندارد و تخصصی رو که ما در این 50 سال 60 سال عمرمون متاسفانه در ایران اشغالگر و در ایران نژاد پرست و در ایرانی که قتلگاه زبانها و فرهنگها و تمدنهای مکتوب و غیر مکتوب هستش، از آموزش به زبان مادری متاسفانه محروم شدیم و تا الان بهانه‌های مختلفی رو گفتن. همیشه بهانه اصلی این هستش که بهانه اصلی نیست، دلیل اصلی این هستش که اونها میخوان یک ملت از سرزمینی که قبلا سرزمین ملل و ممالک بود، میخوان یک مملکت با یک زبان، با یک دین، با یک ملت به نام فارس بسازن. برای همین تمامی تلاش اونها بر این هستش که زبان فارسی رو به همه انسانها در ایران تحمیل بکنن و از اونها یک پانفارس بسازن، یعنی هر ایرانی بشه یک پانفارس. و این جزو محالات هستش و نسل جدید ما، ترک ها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها، قشقایی ها، لرها، گیلک ها، مازنی ها، تالشی ها به این تن نخواهد داد. اگر در 100 سال گذشته تونستن یک موفقیت هایی در بخشی از زمینه ها بیارن و تعدادی رو پانفارس بکنن، در اثر این رسانه های جدیدی که به وجود اومدن و توانایی هایی که به تک تک افراد داده شده، این پروسه‌ای که تا الان وجود داشت عقب نشینی خواهد کرد و پروسه جدیدی که ملیگرایی و هویت‌گرایی در مقابل، یعنی ببینید هر افراط مقابل خودش رو ایجاد میکنه، هر سلاحی سلاح مقابل خودش رو ایجاد میکنه. شما اگر بمب اتم بسازید، رقیبتون مجبور بمب اتم بسازه. اگر شما تفنگ به دست بگیرید، مخالفتون هم مجبوره که یعنی مجبور میکنید. در اصل شما وقتی خودتون به یه چیزی مسلح میشید، طرف مقابل رو هم مجبور میکنید که به همون سلاح یا به شبیه همون سلاح و یا به اشدتر از اون سلاح دست پیدا بکنه، برای اینکه باید زنده بمونه. در ایران پانفارسیسم در 100 سال گذشته نتیجه ای جز قتل و کشتار و قتل عام در آذربایجان، در ترکمن صحرا، در قشقایستان، در گیلکستان، در مازنستان، در عربستان، در بلوچستان، در لرستان و بختیاری و قشقایستان اینها نداشته. در نتیجه این افراط در پانفارسیسم و که در زیر آریاییسم و آریا و ایران این داره پیش برده میشه، متقابلا این ملل هم مجبورند برای زنده ماندن و مقابله با اون قداری دشمن به همون سلاح مسلح، حداقل به همون سلاح مسلح بشن. و این افراط در اون طرف شما رو، عرب ها رو، ترک ها رو، بلوچ ها رو، بختیاری ها رو، روحه رو، گیلک ها رو، مازنی ها رو، تالشی ها رو و دیگران رو مجبور میکنه که افراط بشن، به راه افراط برن. یعنی همون راهی که اونها رفتن میخواستن ملت سازی بکنن، اینها هم همون راه رو میخوان ملت سازی بکنن. و اینجا میرسیم به این که دیگه اون ممالکی که در گذشته به نام ممالک محروسه وجود داشته، ممالک محروسه صفویه، ممالک محروسه افشاریه، ممالک محروسه قاجاریه، دیگه اون در این ایرانی که میخواد همه رو به یک قالب بریزه، این از بین خواهد رفت. حالا این ایران چرا از بین خواهد رفت؟ یک مثال بزنیم دوستان. شما فنر ماشین رو میدونید، فنر رو میدونید چیه، توپ رو میدونید چیه. هر چقدر محکمتر به زمین توپ رو بزنید، به همون اندازه بالاتر میره.
هر چقدر یک فنری رو فشار بیشتر بهش بدید، وقتی دستتون رو بردارید یا بتونه خودش رها بشه خیلی میپره. جهش قابل مقایسه با اون میزان فشار و مدت فشاری که بهش اومده. حالا جامعه در ملت ترک در ایران، حالا آذربایجانی باشه، قشقایی باشه، ترکمن باشه، خلج باشه، خراسان باشه، فرقی نمیکنه. ترک ها در ایران در 100 سال گذشته تحت فشار بودند. این فشار به قدری بود که بسیاری از اینها قتل عام شدند، یعنی گردنشون، استخوان‌هاشون شکست، جامعه زبانش بسته شد، تمدن مکتوبش رو ازش مخفی کردن، تمدن مادیش رو از بین بردن، تمامی قلعه ها و اون چیزایی که ترک ها ساخته بودن در تاریخ همه رو یا از بین بردن یا گفتن مال ماست. حالا این فشاری که هی از پالا به هر روز افزایش پیدا کرده، با اراده خود این ملل یا با یک اراده خارجی، این دست قدرتمند با سلاح و مسلسلدار فارس شل میشه. وقتی این شل بشه نه تنها میزنه این رو غارت از بین میبره، یعنی این پانفارسیسم رو از بین میبره. دیگه چیزی به نام ایران و پانفارسیسم در ایران نخواهد موند. دیگر این الان یه تعدادی دارن از دوستان ما، از فعالان ملی در عرب ها و بلوچ ها و ترکمن ها و قشقایی ها و لر ها و گیلک ها و فلان میگن آقا زبان فارسی زبان خوبیه، نمیدونم اینا همش برای تعارفه. این مرحله است. زبان فارسی وقتی برسه به اونجا که دیگه فارس ها قدرتشون معادل قدرت فارس یا قدرت ترک یا قدرت عرب یا قدرت بلوچ بشه، یا مجموعه اینها قدرتشون برابر با قدرت نظامی فارسا بشه، اون وقتی که اون زبان از بین میره. در یک شب هم از بین میره. در یک شب دستورالعمل صادر میکنه آذربایجان مثل دوره پیشوری. از امروز زبان آموزش در مدارس و دانشگاه ها در تمامی رشته ها و برای استخدام و برای ادارات زبان ترکی هستش و هر کسی که این زبان رو ندونه ولی شهروندی آذربایجان رو داشته باشه یا ترک ها رو داشته باشه یک مترجم خواهد گرفت، ولی باید در کمتر از 1 سال باید این زبان رو یاد بگیره. تموم شد. این همون اتفاقی که در دوره پیشوری افتاد. در یک شب بیانیه دادن، تمامی مدارس که وجود داشتن یا بعداً ساخته شدن همش زبانش رسمی، زبان اداری شد زبان ترکی. بهانه این که آقا معلم نداریم. چرا معلم نداریم؟ هر آذربایجانی یک معلمه. هر آذربایجانی با سواد دانشگاه دیده یا حتی بی سوادی که به زبان فارسی درس نخونده یک معلمه. یک معلم زبان هست، یک زبان ترکی هست. در عرض 10 روز میشه کتاب‌های تخصصی رو از ابتدایی تا دانشگاه رو نوشت. در عرض 10 روز. همین انسان‌هایی که امروزه دارن تدریس میکنن در ایران و داخل ایران و بیرون ایران، در ترکیه و آذربایجان و در ترکمنستان و در جاهای مختلفی که وجود دارن، همین دانشگاهی کتابا اولا حاضره، یعنی نیازی نداره که ما بریم یه کتاب دیگه بگیریم بنویسیم. حتی اگه بخوایم نه حالا یه مقدار این ور اونور بگیم، نه، کتاب رو خود همین اساتیدی که الان وجود دارن، همین دانشگاهایی که در استادانی که در دانشگاه‌های تهران تدریس میکنن، قزوین و همدان و زنجان و تبریز و اردبیل و اورمیه و خراسان و عراق و عرضم به حضورتون شیراز و اصفهان و اینها تدریس میکنن. همه اینها که ترک پیشینه ترک دارن و حالا به خاطر شرایط خاصی میگن آقا ما ترک نیستیم، ترک زبان هستیم، نمیدونم مادرم ترک، پدرم ترک. او در اون چنان روزی همه اینها گلهای که در زیر برف و یخباندان فارسیسم یخ بستن و نمیتونن حرف بزنن، خودشون رو شکوفا بکنن، رشد بکنن، اونها باز میشه، شرایط برای رشد اونها باز میشه و اونها میان و این کتاب ها رو برای ما می نویسن. مکانیک کتاب ترکی داره قاعدتا، همین الان داره اساتیدی که در فلسفه، تاریخ، جغرافیا، سیاست، حقوق، همه اینها کتاب های ترکی داره و من هم در اینجا
به اندازه بیسوادی خودم تلاش میکنم کتاب‌های ترکی رو باهاشون آشنا بشم، در رشته‌های مختلف رو بخونم، یاد بگیرم، آماده بشم برای چنین روزی. ما به خصوص اونهایی که در خارج از ایران هستن، به خصوص اونهایی که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن، زبان ترکی باید یاد بگیریم. ما باید آماده باشیم برای اینکه اگر فردا دولتمون رو علم کردیم، پرچم دولت مستقلمون رو بالا بردیم، بتونیم به زبان خودمون بنویسیم، گفتگو بکنیم، حرف بزنیم. به هر حال حالا با اجازهتون دوباره میریم سر خب من همین الان داشتم میگفتم که چرا الیناسیون زیاده دوست من، برای اینکه در 100 سال گذشته زندگی انسانها رو وابسته کردن به درآمد از طریق زبان فارسی. شما هر اداری که برید استخدام بشید مجبورید زبان فارسی صحبت بکنید. دانشگاه میخواید برید باید زبان فارسی بدونید، مدرسه میخواید برید زبان، برای کار استخدامی میخواید برید زبان یعنی هر چی، یعنی روز و روزی شما رو وابسته کردن به اون. در نتیجه اما این که بگید نه ما ایلناسیون به مفهوم چیز شدیم که نه، ببینیم تعداد کسانی که به فارسی نوشتن در تاریخ 100 سال گذشته شاید 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر نباشه، ولی تعدادی که در 1000 سال گذشته به ترکی نوشتن میلیون ها نفرن. همین امروز که من با شما صحبت میکنم روزانه بیش از 500 خانم به زبان ترکی می نویسن در همین آذربایجان که در اشغال ایران هست، در همین قشقایستان، در همین ترکمن صحرا، در همین خراسان. حالا اینهایی که دارن در اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک و کانال‌های مختلف دیگه، شبکه‌های اجتماعی دارن حرف میزنن، اینها رو کاری باش ندارم، اینها یک نهضت عظیمیه که داره میره. اونها منظورم اون خانم‌هایی که به طور حرفه‌ای شعر می‌نویسن. روزانه 500 خانم، بیش از 2000 ترک روزانه، مرد منظورم ترک مرد، روزانه دارن مطلب می نویسن. خب در تاریخ خود ایران این همه وجود نداشته، در تاریخ ممالک محروس هم این همه وجود نداشته. الان در عصر انفجار هویت ملی هستیم و اینکه الیناسیون وجود داشته، اینکه یه عده‌ای با بچه‌هاشون فارسی صحبت میکنن، آره فارسی صحبت میکنن، اما فارس‌ها هم امروز برای اینکه برن ترکیه زندگی بکنن، برای اینکه برن کشورهای ترک، ببینید کشورهای ترک 7 تا یا 8 تا کشور مستقل ترک داریم الان: جمهوری آذربایجان شمالی، جمهوری ترکیه، جمهوری قبرس شمالی، ترکمنستان، تاتارستان، قرقیزستان، قزاقستان، اینها مستقلن. حالا 10 تا جمهوری نیمه مستقل یا خودمختار در روسیه امروزی داریم، تحت اشغال روسیه هستن ولی مستقلن، یعنی زبان خودشون رو دارن. من لیستشو گذاشتم، هر کسی که بخواد میتونه برنامه دو برنامه قبلی من رو ببینه. اسم تمامی جمهوری هایی که در فدرال روسیه جمهوری هستن اونها رو اونجا گذاشتم که اکثرا به یک زبان درس میخونن، زبان ترکی، اما زبان روسی رو هم در کنارش یاد میگیرن. در این حال در ایغورستان، چین در اشغال چین هست، ترک ها به زبان خودشون تا حدودی آموزش میبینن، تا حدودی. در عراق، در سوریه، در جاهای مختلف، پاکستان، افغانستان به خصوص ترک ها، نهضت بازگشت به خیشتن در افغانستان بسیار قوی تر از نهضت استقلال طلبی در آذربایجان هست، در آذربایجان تحت اشغال ایران. برای اینکه من خودم شخصا نمیدونستم که افغانستان یکی از مراکز مهم دولت ترک بوده که فقط در یک دولت بیش از که امیرعلی شیرنوایی هم وزیر اونجا بوده یا احتمالا شاه اونجا بوده، در این دولت بیش از 100 جلد کتاب بسیار نفیس
بسیار نفیسی که در دنیا کم